این حکایت رو گوش بدین. در همون روزهایی که رصد کردم، سید علی نگران آینده بود. در سال آخر کارش گفتم تو بدهکار این کوسه هستی، این ولایت مال توست، چیزیست که کوسه داده به تو. جمهوری اسلامی یک فرد نیست، دو فرد، بنده و عظما. اگه فک این دوتا آسیب ببینه ما دیگه اون اقتدار رو نداریم. چرا باید یک جوری باشه که دیگران از راه های دور بیان برای ما زهر رو بریزن؟ ما خودمون هستیم، ما اینقدر حاضر نیستیم، ما این روحانی رو نداریم، ما تجربه 30 سال ولایت یک خر رو نداریم. الان تلخه، یعنی شرایطی که بعد از اعلام ائتلاف ضد داعش پیش آمد دوران تلخیه. من فکر نمی کنم هیچ کس از همه جریانات همه دلش نمیخواست. الان همه ضرر کردیم. چرا اینجوری میشه؟ ما مسئله مهممون اینه که آقا مهدی که عظما اون رو با اون وضعیت وارد زندان کرد و امروز یک مقداری محبوس شده، ما این مهدی رو برگردونیم. این هدف مقدم ما باید باشه، آقا مهدی برگرده. چگونه برگردونیم؟ حالا عرض میکنم. ما باید گاله دهن رو باز کنیم علیه منافقین و یه مالیاتی به سید علی بدیم و یه معامله سر بگیره. شرم و حیا و اینها هم نداریم. سید علی جون اون کره کله پوک، یعنی مجتبی، این مهدی ما رو به خیال شو. تو یه هفته 2 بار پاژی مجاهدین رو میگیرم.